شاید برات جالب باشه که بدونی یه فیل قوی هیکل رو چجوری رامش میکنن. رام کننده های حیوانات سیرک برای رام کردن فیل ها از یه ترفند خیلی ساده استفاده میکنن. وقتی که فیل هنوز خیلی بچه است، یکی از پاهاشو با یه طناب خیلی محکم میبندن به یک درخت خیلی تنومند. فیل هر چی تلاش میکنه نمیتونه خودشو از بند این طناب و اون درخت رها کنه. این عقیده توی ذهن شکل میگیره که این طناب و این درخت از من قوی تره و این بچه فیل با این عقیده بزرگ میشه. حالا که بزرگ شده دیگه نیازی به اون طناب ضخیم نیست، دیگه نیازی به اون درخت تنومند نیست. کافیه که یک طناب خیلی نازک و گره بزنی به سر شاخه درخت. دیگه فیل هیچ حرکتی نمیکنه برای رهایی. این اتفاق توی زندگی خیلی از آدم‌ها هم افتاده. یعنی پذیرفتیم که دیگه نمیتونیم، از پسش بر نمیاییم، ما توانمندیشو نداریم و غافل از این که برای به دست آوردن آزادی یک عمل جسورانه کافی است.